فعند ذلک تنزل اللعنه علیکم و یجعل بأس تنزل اللعنه علیکم و یجعل بأسکم بینکم. در این روزگار است که لعنت خدا بر شما نازل می شود و با همدیگه درگیر می شود. خودتون با خودتون مشکل پیدا. دم از وحدت بین دشمن با خودتون میگید اما تو خودتون اختلاف را میگید. با وهابی و با سنی دم از وحدت میزنید اما تو خودتون همدیگر لعن میکنید و اختلاف را میگید، نفی همدیگه. دم از وحدت با سنی میزنید اما مراجعتون رو اهانت میکنید و لعن میکنید و میگید این مرجع انگلیسیه، اون یکی آمریکاییه، اون یکی. این چه وحدتیه؟ اینا چیه شما میگین؟ واقعا شما با آخوند مسجد الحرام متحدید، اون وقت مراجع اهل بیتی شیعه رو لعن میکنید. آمریکایی و انگلیسی و یهودی و صهیونیستی میدونی، مراجعتون رو اعدام میکنی چون ریاست طلبی ها را تأیید نمی کنن. شیخ فضل الله نوری را به دار می آویزی چون مشروط طلب 60 نفر از علما و مراجع را مشروط طلبا اعدام کردن، کشتن. علمایی مثل مرحوم آیت الله آصد علی سیستانی را مشروط طلبا، همین سیاسیون، اون موقع تکفیر می کردن. ما در تاریخ سابقه ای که فلان عالم انگلیسیه از این گروه ریاست طلبا و سیاسیون زیاد داد که هم علما را می کشتن، هم اعدام می کردن، هم اونایی رو که زورشون نرسید تکفیر کردن. یهودی دانست، انگلیسی دانست. خجالت بکشید، حیا کنید.